سلام. نمیدونم باید از کجا شروع کنم. شاید بهتره اول خودم رو معرفی کنم. من لیلا هستم. 31 سالمه. تهران زندگی میکنم. کارمند یه شرکت کوچیکم و به ظاهر زندگی معمولی دارم. اما اگه یکی یه روز بیاد بپرسه تو کی واقعا هستی؟ جوابی براش ندارم. هیچ وقت توی بچگیم حس نکردم خانواده‌ام واقعی باشن. از همون وقتی که یادمه یه چیز تو دلم سنگینی میکرد. مثل یه راز قدیمی که کسی جرأت نداره به زبون بیاره. میدونی چیه؟ اون حس وقتی بدتر میشه که انگار خودت هم یه مهمون ناخونده‌ای توی زندگی خودت. من با زن و مردی بزرگ شدم که همیشه به هم میگفتن عمه جون و عمو. ولی اون حس مادرانه، اون نوازشایی که بچه‌ها از مادرشون میگیرن، هیچ وقت نبود. عمم زن سردی بود. مهربون نبودا، ولی بد اخلاقم نه. یه مدل خاصی بود. انگار یه کاری رو که نمیخواست به اجبار قبول کرده باشه. تا اینکه یه روز وقتی 13 سالم بود، یواشکی از توی کشوی قدیمی عمم یه دفتر کوچیک پیدا کردم. روش نوشته بود 1391 مخفی. همون لحظه دلم ریخت. بازش کردم. تو صفحه اول نوشته شده بود امروز تحویلش گرفتیم. نه اسم مادرش معلومه، نه پدرش. فقط خدا میدونه چی از توی این بچه در میاد. قلبم ایستاد. تحویلم گرفتن؟ من مال اونا نبودم؟ مگه نگفته بودن دختر برادرشونه که مادرش تو زایمان مرده و پدرش خارج از کشوره؟ اون شب تا صبح نخوابیدم. فرداش به عمم گفتم این دفتر چیه؟ چرا نوشته تحویلم گرفتین؟ یه لحظه نگام کرد. نگاشو دزدید. گفت فضولی نکن لیلا. بچه که نباید همه چی بدونه. گفتم من بچه‌تون نیستم، درسته؟ فریاد زد تمومش کن. این حرفا رو از کجا میاری؟ برو تو اتاقت. ولی دیگه تموم شده بود. از اون روز به بعد دیگه هیچ چیز برام مثل قبل نبود. سالها گذشت، دانشگاه رفتم، مستقل شدم. ولی همیشه یه چیزی تو وجودم ناتموم مونده بود. و حالا امشب یه پیام واتساپی اومده. شماره‌شو نمیشناسم، فقط نوشته وقتش حقیقت رو بدونی، تو دختر منی. قلبم مثل توپ میکوبه. دارم میلرزم. هیچ چیزی نگفته، فقط همین یه جمله. و من نمیدونم باید چه کار کنم. گوشی توی دستم خشکش زده بود. چند بار پیام رو خوندم. وقتش حقیقت رو بدونی، تو دختر منی. هیچ اسمی، هیچ توضیحی، فقط همین. یه لحظه حس کردم هوا کم شده. مغزم داشت میسوخت. انگار تموم اون فکرهایی که سالها با خودم کشونده بودم یه دفعه ریختن روی سرم. تایپ کردم شما کی هستین؟ چرا اینو گفتین؟ اما نفرستادم. حس کردم نباید انقدر مستقیم جلو برم. رفتم تو پروفایلش. عکس پروفایل خاموش بود. فقط یه نقطه سبز کوچیک نشون میداد که آنلاینه. یه چیزی به هم میگفت اون طرف داره نفس میکشه. منتظره. ولی چرا فقط همینو گفت؟ چرا یه دفعه بعد این همه سال؟ نشستم روی زمین. همونجا وسط اتاق. گوشی رو گذاشتم رو پام و به نقطه‌ای خیره شدم. صدام در نمی اومد. انگار قلبم داشت یواش یواش عقب برمیگشت به گذشته. به اون روزی که اولین بار فهمیدم هیچ کس توی مدرسه دنبالم نمیاد. نه مامان نه بابا. فقط عمم بود. یادمه یه بار یکی از بچه‌ها گفت مامانت کجاست همیشه؟ منم با خنده دروغکی گفتم مامانم مریضه نمیتونه بیاد. اما ته دلم همیشه خالی بود.
گوشی دوباره ویبره خورد. یه پیام دیگه. اسمت لیلاست. من اسمتو گذاشتم. اما بعد از اون دیگه ندیدمت. دستم لرزید. دیگه نمیتونستم بی حرکت بمونم. با انگشتای یخزده نوشتم شما مادر منین؟ 3 نقطه در حال تایپ. و بعد نه، من خواهرت بودم ولی مجبور شدم برم. اونا گفتن که بهتره تو دیگه نباشی. دنیا دور سرم چرخید. خواهر؟ یعنی اون زنی که داره با هم حرف میزنه خواهرمه؟ و اونا کیان؟ کی گفتن که من نباشم؟ مگه یه بچه چه خطایی میکنه که باید نباشه؟ یه دفعه تمام بدگمانی هایی که تو مغزم خاک خورده بودن از خواب بیدار شدن. نکنه اون شب سرد که توی حموم عمم در و روم قفل کرد و گفت اون بیرونا جایی برای تو نیست یه دلیل واقعی داشت. نکنه اون همه سالی که هیچ کس تولدم و جشن نگرفت فقط بی‌توجهی نبود، تصمیمی بود؟ یه جورایی دیگه دست خودم نبود. پیام دادم خواهش میکنم بگو کی هستی؟ کجا زندگی میکنی؟ چرا الان؟ چرا 31 سال طول کشید؟ جواب نیومد. اون نقطه سبز خاموش شد. همین. بغض کرده بودم. اشک نمی اومد ولی گلوم گرفته بودم. احساس کردم کل زندگیم یه فیلم ساختگی بوده و حالا کارگردان داره زنگ میزنه که بگه راستی اون نقش تو واقعا مال تو نبود. فردا صبح چشمم که باز شد هنوز گوشی توی دستم بود. اولین کاری که کردم این بود که به عمم زنگ زدم. الو؟ سلام عمه. صبح بخیر لیلا جان. خوبی؟ عمه میتونم یه سوال بپرسم؟ جانم. واقعا من بچه کیم؟ تو رو خدا دروغ نگو. یه نفر به هم پیام داده گفته خواهرمه. سکوت. عمه؟ لیلا این حرفا چیه صبح به صبح؟ بازم رفتی سراغ اون دفتر لعنتی؟ نه، این بار یه نفر از بیرون زنگ زده، پیام داده، نوشته منو تحویل گرفتن، گفته من باید نباشم. صداش عوض شد، خشک، یخزده، یه جوری که تو عمرم ازش نشنیده بودم. گوش کن، اگه یه بار دیگه درباره گذشته سوال بپرسی، دیگه نمیخوام صداتو بشنوم. عمه، تمومش کن. اون زن نباید پیدات میکرد. لعنت به این تکنولوژی. و قطع کرد. و من با یه جمله آخرش تا عمق استخونهام یخ زدم. اون زن نباید پیدات میکرد. یعنی کی؟ مادر واقعیم؟ خواهرم؟ و چرا نباید پیدا میکرد؟ تا 1 ساعت فقط نشسته بودم به در گوشی زل زده بودم. نه پیام دیگه ای اومد، نه آنلاین شد، نه حتی یه نشونه کوچیک. اما اون یه جمله عمم. اون زن نباید پیدات میکرد. همه چی رو عوض کرد. یعنی واقعا یه نفر تمام این سالها نمیخواسته من پیدا بشم؟ من واقعا یه بچه خواسته نشده بودم؟ یه وصله ناجور توی یه خانواده؟ یا شاید اصلاً جزئی از یه اشتباه قدیمی؟ همون روز عصر مرخصی گرفتم. یه چیزی تو دلم میگفت وقتشه. دیگه نمیشه نشست و فقط زل زد به صفحه گوشی. رفتم خونه عمم. مثل همیشه در حیاط نیمه باز بود. از همون حیاط کوچیک و ساده‌ای که همیشه برام یه جور زندون بیکلید بود. آروم در زدم و وارد شدم. عمه توی آشپزخونه نشسته بود. با عینک ته استکانی و روسری گره زدش. تا منو دید گفت واسه چی اومدی؟ نگفتم بازم سوال بپرسی دیگه نمیخوام صداتو بشنوم؟ اما من دیگه اون دختر گوش به فرمان سابق نبودم. عمه، تو که همیشه میگفتی راست گفتن بهتر از پنهونکاریه. حالا چی شد؟ چرا همه چی رو قایم میکنی؟ چشماش لرزید ولی لبشو محکم فشار داد و هیچی نگفت. اون زن کیه اون که پیام داد؟ خواهرمه واقعاً؟ یا مادرم بود؟ بگو، من حق دارم بدونم. با دستاش محکم زد روی میز. صداش لرزید. تو بچه اشتباهی لیلا. تو نباید بزرگ می شدی. خشکم زد. چی گفتی؟ توی اشتباه بودی. اشتباهی که کسی نمیخواست روش بمونه. ولی من تنها کسی بودم که دلش نیومد ولت کنه. من بودم که بزرگت کردم.
همه میگفتن بدهیمش بهزیستی. گفتن از این بچه چیزی در نمیاد. گفتن این بچه پدر نداره، مادر نداره، اصلا معلوم نیست از کجا اومده. اما من گفتم نه، من بزرگش میکنم. نفسم بند اومد. یعنی هیچ کسی رو ندارم؟ نه مادر، نه پدر، نه حتی یه شناسنامه واقعی؟ سکوت. فقط صدای ساعت دیواری. آروم برگشتم سمت در. دیگه حرفی نمونده بود. اما درست وقتی پامو از در گذاشتم بیرون، صداش اومد: اون زن، اون که پیام داده، هم خونته. ولی حواست باشه، اگه سمتش بری زندگی تو از هم میپاشه. برگشتم. چرا باید ازش بترسم؟ چون اون زن خودش هم یه راز داره. یه رازی که اگه بفهمی دیگه نمیتونی لیلا بمونی. همون شب توی تنهایی خونه نشستم به کند و کاف. شماره‌ای که ازش پیام اومده بود رو برداشتم، ریختم توی یه اپ شماره یاب. اسم ثبت شدهش اومد: زهره کریمی. قلبم یه جوری لرزید. زهره؟ این اسم برام آشنا بود. یه بار توی بچگی وقتی داشتم دنبال دفترچه‌های قدیمی مدرسه‌ام میگشتم، توی کشوی عمه شناسنامه قدیمی دیده بودم. اسم مادر زهره کریمی. اون لحظه فکر کردم اشتباهی افتاده. ولی الان دیگه مطمئن بودم. زهره کریمی مادرمه. اما چرا حالا؟ چرا بعد از 31 سال؟ و اگه اون موقع رفته حالا برگشته که چی؟ دوباره پیام دادم. اسمت زهره است، درسته؟ تو مادر منی؟ این بار خیلی طول کشید تا جواب داد. و بعد فقط یه جمله اومد: فقط میخوام یه بار ببینمت. فقط یه بار. قبل از اینکه دیر بشه. نمیدونم چند دقیقه فقط به اون جمله زل زده بودم. فقط میخوام یه بار ببینمت. فقط یه بار. قبل از اینکه دیر بشه. انگار این جمله بین زمین و آسمون معلق بود. یه چیزی بین التماس و تهدید. قبل از اینکه دیر بشه یعنی چی؟ یعنی مریضه؟ یا قراره یه چیزی رو بگه که بعدش دیگه راهی برای برگشت نیست؟ با انگشتای لرزون تایپ کردم: کجا؟ خیلی زود جواب داد: کافه توی انقلاب، روبروی سینما سپیده. 5 شنبه ساعت 4. تا 5 شنبه فقط 3 روز مونده بود، ولی حس می کردم یه قرن طول کشید. هر لحظه‌ای که میگذشت مغزم یه سناریوی جدید می ساخت. اگه کلاهبرداری باشه چی؟ اگه بخواد یه دروغ دیگه تحویلم بده؟ یا بدتر از اون، اگه واقعاً مادرمه و منو عمدن رها کرده باشه چی؟ 5 شنبه رسید. هوا نیمه ابری بود. تهران پر از دود و همهه، اما توی دل من یه خلأ بود. یه خلا به عمق 31 سال. رفتم همونجا که گفته بود. کافه‌ای کوچیک، دیوارهای آجری، چند میز چوبی. بوی قهوه تو هوا بود، ولی برام بوی انتظار میداد، نه آرامش. اول کسی نبود. گفتم شاید نیومده، شاید پشیمون شده. رفتم کنار پنجره نشستم. 10 دقیقه بعد در کافه باز شد. یه زن حدوداً 50 ساله با روسری خاکستری و پالتوی مشکی. آروم و خسته، انگار دنیا رو دوشش میکشید. تا چشمش به من افتاد لبخند زد، ولی یه لبخند تلخ، از اون لبخندایی که بیشتر شبیه گریه است. اومد جلو. بی سلام، بی مقدمه نشست. چند لحظه فقط نگاهم کرد. نگاهش سنگین بود، نه از اون نگاهایی که مادرانه باشه، از اون نگاهایی که آدم توش گم میشه. اولین جملش فقط این بود: شبیه من نیستی، بیشتر شبیه اون شدی. اخمام رفت تو هم. اون کیه؟ لبش لرزید. قطره اشک نشست گوشه چشمش. پدرت. ساکت شدم. نمیدونستم چی بگم. اون لحظه فقط یه جمله توی ذهنم میچرخید: پس واقعاً مادرمه. صدای نفس عمیقش بلند شد. لیلا، من نمیخواستم اینطوری بشه. به خدا نمیخواستم. نگاهش کردم. پس چرا گذاشتی بره؟ چرا گذاشتی منو ببرن؟ مثل یه وسیله، مثل یه اضافه. چون مجبور بودم. مجبور؟ آره، چون اگه نمیذاشتم ممکن بود هم من برم، هم تو.
از پشت اون چشمای خسته ترس می‌بارید. یه ترسی که کهنه بود، پنهون شده. پرسیدم یعنی چی ممکن بود بری؟ از چی می‌ترسیدی؟ آروم سرش آورد پایین. انگشتاشو گره زد، انگار داشت خودش رو کنترل می‌کرد. و بعد با صدایی که شکست گفت لیلا، منو مجبور کردن بگم که تو مردی. قلبم وایساد. چی؟ گفتن اگه بچه‌تو نگه داری همه چی رو ازت میگیرن. گفتن باید بری، از شهر، از خونه، از زندگی. گفتن باید فراموشت کنم. گفتن یا بچه‌تو میدی یا خودتم میری. دستم ناخودآگاه به میز چسبید. کی اینو گفت؟ کی انقدر از من میترسید که باید حذف میشدم؟ چشماش پر شد. زمزمه کرد مادر بزرگت. شوهرم؟ و یه نفر دیگه که تو باید بشناسیش. گیج شده بودم. کیو باید بشناسم؟ سرشو بلند کرد. مستقیم تو چشام زل زد. و گفت عمت. اون تنها کسی بود که گفت من نگهش میدارم، اما به یه شرط. تو هیچ وقت دیگه نباید برگردی. تو یه لحظه انگار دنیا دور سرم چرخید. لبام خشک شده بود. صدام در نمی اومد. تمام کلمه‌هایی که زهره، زن روبروم، گفته بود توی ذهنم تکرار می شد. عمت گفت نگهش می دارم. اما به یه شرط. تو هیچ وقت دیگه نباید برگردی. گفتم یعنی عمم منو برای خودش خواست؟ مثل چی؟ یه بچه یتیم؟ یه بازیچه؟ یه بدهی؟ نه، اون هیچ وقت تو رو نخواست. فقط نمیخواست من مادر بمونم. ولی چرا؟ تو چی کار کرده بودی؟ چشاش برق زدن، لباش لرزید. یه لحظه فقط نگام کرد. بعد برگشت سمت پنجره. انگار نمیخواست چش تو چشم حرف بزنه. من عاشق پدرت شدم. توی یه شرایطی که نباید میشدم. اخم کردم. یعنی چی؟ اون پدر تو مردی بود که خانواده من نمیتونستن قبولش کنن. نه به خاطر اخلاقش، نه به خاطر فقر یا ثروت. فقط چون اون همسر سابق زندایی من بود. قلبم وایساد. صبر کن، یعنی تو با شوهر زنداییت ازدواج کردی؟ نه، ما هیچ وقت ازدواج نکردیم. حتی قبل از اینکه من بفهمم کی بوده باهاش آشنا شدم. همه چی توی سکوت اتفاق افتاد. کسی نمیدونست. ولی وقتی خانوادم فهمیدن، رسما ریختن سرم. من رو از خونه بیرون انداختن، تهدید کردن. تا وقتی باردار شدم. حس کردم دارم خفه میشم. و اون موقع بود که گفتن یا بچه‌تو میدی یا دیگه هیچی نمیمونه. سرش رو به علامت تایید تکون داد. پدرت اون موقع خارج بود. داشت برای کارش میرفت و برمیگشت. من مونده بودم و یه بچه توی شکمم. بدون هیچ حمایت، بدون جا، بدون پول. پس چرا پدرم برنگشت؟ چرا نخواست منو ببره؟ چون وقتی برگشت بهش گفتن بچه سبت شده. دستمو محکم زدم روی میز. کی گفت؟ عمت. همه نقشه زیر سر اون بود. یه بازیگر درجه 1 با اشک و آه به پدرت گفت که بچه از بین رفته. اونم شکست. برگشت رفت و دیگه پشت سرشو نگاه نکرد. یه لحظه دلم سوخت برای اون مردی که ندیده همه چی ازش گرفته شده بود. ولی بیشتر از اون دلم برای خودم سوخت. برای دختری که تمام عمرش وسط یه نمایش لعنتی زندگی کرده بود. نقش اول یه دروغ بزرگ. چرا هیچ وقت دنبالم نیومدی؟ حتی بعد از اون همه سال. زهره، مادرم، سکوت کرد. اشک توی چشمش حلقه زد. چون فکر می‌کردم نمیخوای منو ببینی. چون هر بار میخواستم نزدیک شم، عمت جلوشو میگرفت. میگفت تو ازم متنفر شدی. میگفت تو منو به عنوان یه زن خیانتکار میشناسی. و من باور کردم. پوزخند زدم. چه راحت باور کردی. آره، چون منم یه زمانی ضعیف بودم. بی پناه. مثل الان تو. اون جمله آخرش مثل چاقو توی قلبم فرو رفت. چون راست میگفت. الان منم بی پناه بودم. حتی خونه‌ای که توش زندگی میکردم اسم من توی سندش نبود.
عمه‌ای که بهم نون داد، سقف داد، ولی هیچ وقت عشق نداد. زیر لب زمزمه کردم: الان که چی؟ بعد از این همه سال میخوای چی بشی؟ هیچی. فقط میخواستم بدونی. اگه یه روزی خواستی بدونی چرا دلت هیچ وقت گرم نشد، چرا هیچ وقت نفهمیدی مامان یعنی چی، بدونی که یه نفر، یه جایی هنوزم دوستت داره. سرم پایین بود. دلم میخواست گریه کنم، ولی نمیتونستم. بلند شدم. بدون خداحافظی، بدون هیچ حرفی از کافه زدم بیرون. توی خیابون، توی شلوغی، فقط یه صدا توی سرم تکرار میشد: عمت همه چی رو ازت گرفت. وقتی از کافه زدم بیرون، نفهمیدم چطور رسیدم خونه. شلوغی خیابون، بوق ماشین‌ها، صدای فروشنده‌ها، هیچ کدوم رو نمیشنیدم. همه چی یه صدای مبهم بود توی پس زمینه ذهنم. یه چیزی تو دلم سنگینی میکرد. نه از اون بغضایی که گریه آرومت میکنه. از اون سنگینیایی که آدمو خفه میکنه، بی هیچ صدایی. تا رسیدم خونه، درو محکم پشت سرم بستم. کلید انداختم، چفت کردم. لباسمو در نیاوردم. نرفتم دوش بگیرم. حتی نگاه هم نرفت سمت گوشی. فقط نشستم روی مبل. زل زدم به یه نقطه. و بعد از چند دقیقه آروم یه جمله زیر لب گفتم: باید بری پیشش. بلند شدم. پالتومو انداختم رو دوشم. یه چیزی توی من روشن شده بود. یه چیزی شبیه خشم، اما نه فریاددار، نه انفجاری. از اون خشمای عمیق، یخ زده، که خطرناکن. رسیدم به در خونه عمه. خونه‌ای که 1000 تا خاطره داشتم ازش. خاطره هایی که حالا همشون مثل یه خواب دروغی بودن. در زدم. چند ثانیه سکوت. بعد صدای قدم‌های کندش اومد. در رو باز کرد. چهرش خشک بود. نگاهش همون قدر سرد، همون قدر بیروح، مثل همیشه. گفتم: باید حرف بزنیم. بی هیچ تعجبی کنار رفت. بیا تو. رفتم تو. نشستم همون جایی که همیشه می نشستم. همون صندلی خاکستری کنار پنجره. عمه روبروی من نشست. یه لحظه فقط نگاهم کرد. هیچ نگفت. منتظر بود. و من بدون مقدمه، بدون تعارف گفتم: مادرمو دیدم. چشماش برای لحظه‌ای فقط لرزید. نه خیلی شدید، نه نمایشی، ولی دیدم. همون یه لحظه کافی بود. آروم گفت: چی گفت؟ همه چی. از اون روزی که گفتی من مردم. از این که گفتی بچه باید از بین بره. از این که گفتی فقط به شرطی میگیریم که دیگه اون زن هیچ وقت بر نگرده. همه چی. نفس عمیقی کشید. خم شد به پشتی صندلی. انگار خسته تر از همیشه بود. اون زن، مادرت، نمیدونی چقدر آبرومونو برد. آبرومو؟ آبروی کی؟ خانواده‌ای که منو رها کردن، بعدم سعی کردن منو پاک کنن؟ لیلا، تو نمیدونی اگه اون موقع همه میفهمیدن ما از بین میرفتیم. اون مرد، پدر تو، همسر سابق زنداییمون بود. زهره با اون رابطه داشت. همه چی باید تموم میشد. ما مجبور بودیم. بلند شدم. دیگه نشستن فایده نداشت. مجبور بودین یه بچه رو دروغ تحویل بگیرین؟ مجبور بودین منو از مادر واقعیم جدا کنین؟ مجبور بودین پدرمو از حقیقت محروم کنین؟ یا فقط راحت تر بود براتون که من نباشم ولی با قیافه مظلوم نقش آدم نجات دهنده رو بازی کنین؟ هیچی نگفت. رفتم به سمت کشوی قدیمی توی اتاق مهمون. کشویی که سالها توش فضولی کرده بودم، اما همیشه با ترس. این بار ترسی نبود. کشو رو باز کردم. همون شناسنامه قدیمی، همون دفتر خاطرات. همشون هنوز بودن. برشون داشتم. برگشتم. اینا سندن. سند دروغ‌هایی که سالها ازم پنهان کردی. عمه فقط نگاهم کرد. برای اولین بار چشماش خیس بود، ولی صداش لرز نداشت. من بزرگت کردم لیلا، با تمام سختی‌ها. اون زن
هیچی نداشت. تو رو ول می‌کرد. من نذاشتم ازت یه ولگرد به در بیاد. فریاد زدم ولی ازم یه یتیم ساختی عمه. یه بچه بیریشه. یه دختری که هیچ وقت نفهمید مامان چجوریه. یه دختر که تمام محبت‌های تو رو با ترس قاطی کرد. تو مادرم نبودی عمه. تو زندانبان من بودی. اشکام ریخت. بالاخره ریخت. و اون لحظه یه چیزی تو چشمای عمه شکست. مثل یه پنجره قدیمی که توی طوفان ترک برداره. سکوت افتاد. طولانی، سنگین. و من برای آخرین بار در خونه عمه رو بستم، این بار از بیرون. 3 روز از اون شب گذشته. 3 روزی که شاید به اندازه یه عمر طول کشید. تو این 3 روز عمه حتی یه پیام نداد. مادرم زهره هم. انگار بعد از اون حرفا هر دو عقب نشینی کردن یا شاید میدونستن چیزی که باید گفته بشه گفته شده. اما من نه ساکت بودم نه آروم. هر شب تا صبح ذهنم 1000 بار برگشت عقب، به بچگیم، به نگاه سرد عمه، به خاطره هایی که حالا میدونستم ساختگی بودن. تا اینکه یه صبح همونطور که نشسته بودم پای پنجره، یه چیزی اومد تو ذهنم. یه چیزی ساده ولی مهم. من هنوز نمیدونم توی شناسنامم چی نوشته. فقط یه بار وقتی بچه بودم، یه برگ از شناسنامه دستکاری شده رو دیده بودم که اسم مادر رو خالی گذاشته بودن. اما الان وقتشه که برم سر اصل ماجرا. رفتم اداره ثبت احوال. هوا سرد بود. اونقدر سرد که نفس توی هوا بخار می شد. ولی توی دل من فقط یه چیز بود. اضطراب. صف شلوغ بود. مثل همیشه. پشت یه میز یه مرد جا افتاده نشسته بود. سرش گرم تایپ کردن بود. رفتم جلو پرسیدم ببخشید برای گرفتن استعلام اطلاعات تولد پرونده های قدیمی باید چی کار کنم؟ یه نگاهی بهم انداخت. مال خودته؟ بله. کارت ملی داری؟ دارم. مدارکو گرفت. وارد سیستم شد. دستاش یه لحظه روی کیبورد خشک شد. شما قبلا درخواست اصلاحیه نزدی؟ اخم کردم. نه، چرا باید بزنم؟ هیچی، فقط یه بار قبلا پروندت باز شده، سالها پیش، احتمالاً توسط ولی قانونی. ولی قانونی. اون واژه رو که شنیدم فهمیدم یعنی عمم. الان میخوام خودم ببینم چی نوشته. باید بری طبقه بالا، بایگانی مدارک. باشه، مرسی. رفتم بالا. بوی خاک خورده پرونده های قدیمی حس عجیبی بهم میداد. یه زن میان سال با عینک ته استکانی گفت چی میخوای؟ پرونده تولد خودم، شناسنامه‌ام، همه چی. اسم مادر؟ نمیدونم. لحظه‌ای مکث کرد. برای اولین بار یک کارمند اداری احساساتشو نتونست پنهان کنه. چند دقیقه بعد برگشت با یه پوشه زرد رنگ که روش نوشته بود نامشخص، ارجاع از مراکز حمایتی، سال 1374. قلبم ریخت. پوشه رو باز کرد. چشمم افتاد به برگه اول. اون بالا جلوی نام مادر با خط دستنویس و خودکار آبی نوشته شده بود زهره کریمی. نامش توسط بستگان حذف شد، پرونده به ولی قانونی نسرین حشمتی تحویل شد. نسرین حشمتی، اسم کامل عمم بود. یه برگه بیگه ضمیمه بود. اونجا نوشته شده بود طبق تشخیص کمیسیون مادر از صلاحیت نگهداری کودک برخوردار نیست. بنا به درخواست خانواده کودک به خاله یا عمه واگذار گردید. شناسنامه جدید به نام خانوادگی پدر صادر شد. و یه جمله قرمز با مهر درشت. پرونده محرمانه، استعلام با مجوز قضایی. نفس کشیدن برام سخت شده بود. حتی نمیدونستم چرا عشق نمیریزم. شاید چون حس میکردم دارم متن یه فیلمنامه رو میخونم، نه واقعیت زندگی خودم. فقط پرسیدم یعنی
یعنی مادرم خواسته منو نگه داره؟ زن بایگانی آروم گفت اینجا نوشته مادر درخواست نگهداری داشت اما رد شد. و بعد آه کشید. این جمله رو زیاد دیدم. بیشتر وقتا پشتش چیزای تلخی بوده. با دستای لرزون پوشه رو بستم. رفتم بیرون. هوا هنوز سرد بود ولی توی من یه چیزی داشت میسوخت. حالا دیگه نه فقط از دست عمه بلکه از تمام سیستمی که تصمیم گرفت من رو از مادر واقعیم جدا کنه خشم داشتم. از اون روز یه چیز توی من مرد و یه چیز دیگه زنده شد. من دیگه دنبال حقیقت نبودم. حالا دنبال بازخواست بودم. چند روزه فقط فکر میکنم. به اون لحظه‌ای که یه مرد بدون اینکه خودش بدونه پدر یه دختر شده و یه عمر با تصور اینکه بچهش از بین رفته زندگی کرده. اون مرد پدر منه. اما چرا هنوز یه حس ترس عمیق ته دلمه؟ چرا اینقدر از اینکه ببینمش، صداشو بشنوم، حتی بدونم کجاست میترسم؟ شاید چون اگه اونو پیدا کنم دیگه چیزی برای ندونستن باقی نمیمونه. اون شب نشستم پای لپتاپم. اسم کاملش را از پرونده ثبت احوال برداشته بودم. کامران سیفی. شروع کردم سرچ کردن. 10 نتیجه اومد. ولی بعد از 1-2 ساعت گشتن بالاخره توی یه لینک قدیمی از یه مقاله علمی چشمم به اسمش خورد. دکتر کامران سیفی، پژوهشگر حوزه ژنتیک، مقیم دانمارک. عکسش کنار مقاله بود. یه مرد حدوداً 57 ساله. موهای جوگندمی، نگاه آروم ولی جدی. همه چی توی صورتش برام غریبه بود، اما یه حس آشنا ته نگاهش بود. انگار نگاه خودم تو آینه. نفس عمیق کشیدم. آدرس ایمیلی که پایین مقاله بود رو کپی کردم. صفحه جدید باز کردم. ایمیل جدید. و نوشتم موضوع شخصی مهم. سلام آقای دکتر سیفی. ممکنه این پیام براتون غیر منتظره باشه. اما لطفاً تا آخر بخونید و جواب بدید. من دختری هستم 31 ساله. متولد تهران. اسمم لیلاست. مدارکی در اختیار دارم که نشون میده شما ممکنه پدر من باشید. نمیخوام مزاحم زندگیتون بشم. فقط یه بار باهاتون صحبت کنم. به اندازه 31 سال حرف نگفته دارم. این ایمیل نه تهدید داره نه ادعا. فقط یه انسانه که دنبال تکه گم شده خودشه. ممنونم که میخونید. لیلا. فرستادم. انگشتم روی دکمه ارسال لرزید ولی دیگه کاری نبود که بشه عقب گرفت. اون شب خوابم نبرد. 2 روز گذشت. جوابی نیامد. با خودم فکر کردم شاید نخونده یا خونده و رد کرده یا حتی باور نکرده یا شاید اصلاً میدونه و نمیخواد بپذیره. اما روز سوم ساعت 9:27 صبح یه نوتیفیکیشن اومد. Inbox from kamran.s@ifgn.dk. نفسم برید. بازش کردم. موضوع. پاسخ. لیلا. سلام. این ایمیل واقعاً عجیب بود. اول باور نکردم. بعد رفتم نگاه کردم اسم تو، تاریخ تولدت. بعد از 31 سال کسی با این اطلاعات پیدا نمیشه مگر اینکه واقعاً چیزی پشت این باشه. من سالها پیش دختری را از دست دادم. گفتن که همسر سابقم بچه را از دست داده. هیچ وقت ندیدمش. حتی یه عکسم ندارم. فقط یه سوال دارم. اسم مادرت چیه؟ کامران سیفی. اون لحظه اشکام بی اختیار ریخت. نه از غم، از اینکه یه جمله ساده، یه سوال ساده برای من اینقدر سنگین بود. تایپ کردم زهره کریمی. 3 دقیقه بعد جواب اومد. لیلا، اگه این حقیقت داشته باشه، من یه عمر با دروغ زندگی کردم. و بعد یه شماره فرستاد. گفت تماس بگیر. هر وقت، هر لحظه. تا چند ساعت فقط خیره بودم به اون عددها. ولی بالاخره انگشتم رفت روی دکمه سبز تماس.
و صداش که از اون ور اومد انگار یه چیزی توی تمام وجودم شکست. الو؟ سلام، منم، لیلا. سکوت. و بعد صدایی که لرزید. دخترم، تو واقعاً تویی؟ دخترم، تو واقعاً تویی؟ اون لحظه نفهمیدم باید چی بگم. دهنم باز بود ولی صدا بیرون نمی اومد. فقط نفس کشیدن سخت شده بود. انگار قلبم رفته بود بالا، وسط گلوم گیر کرده بود. لیلا، هنوز اونجایی؟ آره، اینجام. صداش آروم بود، مهربون، نه اونجوری که توی فیلم ها میشنوی، نه اغراق شده، نه بغض‌آلود. یه مهربونی عمیق اما سردرگم، مثل کسی که هنوز نمیدونه باید خوشحال باشه یا بترسه. نمیدونم از کجا شروع کنم. من سالها با این باور زندگی کردم که بچم مرده. بهت گفتن که مردم؟ آره، اون موقع تو ایران نبودم. رفته بودم برای قرارداد کاری. برگشتم دیدم خانواده زهره بهم گفتن بچه‌تون سقط شده. گفتن که خودش شکسته، داغون شده. منم نتونستم باهاش حرف بزنم. نذاشتم ببینمش. لبخند تلخی زدم. نذاشتن یا نخواستی؟ چند ثانیه سکوت شد. بعد صداش اومد، آرومتر از قبل. راستش نمیدونم. شاید یه قسمتم میترسید بدونم واقعاً چی شده. شاید راحت تر بود باور کنم که تموم شده. اشک توی چشمام جمع شد. راحت تر؟ برای کی؟ برای من که 31 سال فکر کردم یه وصله چسبیدم به زندگی یه عمه سرد. برای مادرم که هر روز یه تکه از خودش رو خورد چون فکر میکرد دخترش رو ازش گرفتن. یا برای تو که برگشتی خارج و زندگی تو ساختی. یه دفعه صداش لرزید. فکر نکن که خوش گذشت بهم. من ازدواج نکردم. خانواده نساختم. هیچ وقت. اون جمله مثل چاقو نشست وسط دلم. نه از ناراحتی، از ترس. انگار یه بخش از من توی ناخودآگاهم همیشه فکر میکرد این مرد الان یه خانواده داره، یه دختر دیگه، یه همسر و من فقط یه خطای قدیمی بودم. اما حالا که گفت هیچ کدوم اینا نیست، نمیدونم چرا حس کردم همه چی واقعی تر شد و سخت تر. لیلا، جانم، میخوای من بیام ایران؟ نه، هنوز نه. چرا؟ چشامو بستم. دستم روی پیشونیم بود. دلم میخواست بگم چون نمیتونم نگاهت کنم بدون اینکه یه سوال لعنتی تو سرم تکرار نشه. ولی نگفتم. فقط گفتم چون هنوز یه چیزی هست که نمیدونم. چی؟ اگه واقعاً منو نمیخواستن، اگه هم مادرم رو کنار گذاشتن، هم تو رو بیرون کردن، پس کی پشت این تصمیم بود؟ بازم همون سکوت لعنتی. بعد صدای خشدار و آرامش اومد. نسرین. همون زن که گفت بچه باید حذف شه. اون همه چی رو گردن گرفت. همه رو کنترل میکرد. مادرت، مادرش، من، حتی بیمارستان. اون زن یه نقشه داشت. یخ زدم. عمم؟ آره. نسرین. اون هیچ وقت با مادرت خوب نبود. حسادت میکرد. اون روزی که فهمید زهره از من بارداره، گفت ما یه بچه ازش میگیریم. ولی این یکی نه. این باید محو بشه. لبام بی صدا باز و بسته میشد. صداش ادامه داد. نسرین اونقدری نفوذ داشت که بتونه سیستم بیمارستان رو بچرخونه. اسم تو از لیست نوزادا حذف شد. یه شناسنامه جدید، یه قصه جدید و یه دختر که هیچ وقت نفهمید مال کیه. اشکام بی صدا ریخت. حالا دیگه حقیقت برام سنگین نبود. وحشتناک بود. لیلا، هستم. میخوای کاری کنم؟ پیگیری کنم؟ بیام ایران؟ نه، هنوز نه. چرا؟ چشامو بستم. دستم روی پیشونیم بود. دلم میخواست بگم چون نمیتونم نگاهت کنم بدون اینکه یه سوال لعنتی تو سرم تکرار نشه. ولی نگفتم. فقط گفتم چون هنوز یه چیزی هست که نمیدونم. چی؟ اگه واقعاً منو نمیخواستن، اگه هم مادرم رو کنار گذاشتن، هم تو رو بیرون کردن، پس کی پشت این تصمیم بود؟ از اون شب به بعد یه چیزی توی من عوض شد. دیگه نه سوال داشتم، نه گریه، نه بغض. فقط یه هدف داشتم.
فهمیدن این که چرا نسرین، عمم، تا این حد از بودن من میترسید. پدرم، کامران، واضح گفت که اون زن کل ماجرا رو طراحی کرده. مادرم هم گفت که تا روز زایمانش فکر میکرد قرار نیست بچه‌ش رو ازش بگیرن. پس فقط یه سوال میمونه. نسرین چی میدونست که بقیه نمیدونستن؟ شروع کردم سراغ قدیمیا رفتن. زنگ زدم به مادر زهره، مادر بزرگم، ولی اون خیلی وقت آلزایمر داره. هیچ یادش نمیومد. اما یه اسم توی ذهنم موند. خانم نوری. اسمش رو توی یه یادداشت قدیمی توی کیف مادرم دیده بودم. نوشته بود نوری، هم اتاقی قدیم بیمارستان. رفتم سراغش. آدرسش سخت پیدا شد، ولی آخرش از توی یه دفترچه قدیمی مادر تونستم پیداش کنم. در خونه‌شو یه زن 70 خورده‌ای ساله باز کرد، با صورتی مهربون و روسری گلگلی. تا گفتم که دختر زهره‌ام، نگام کرد، بغض کرد و گفت: وای خدای من، یعنی تو اون بچه‌ای؟ بله، شما خانم نوری هستین؟ آره عزیزم، من و مادرت همزمان توی یه بخش بیمارستان بستری بودیم برای زایمان. دعوتم کرد تو. نشستیم، برام چایی ریخت. بعد همونطور که با انگشتای لرزون لیوانو میگرفت شروع کرد به حرف زدن. زهره یه دختر خیلی آروم بود، تنها، ترسیده، ولی با یه درخشش عجیب توی چشماش. میدونی اون موقع توی بخش همه بهش نگاه میکردن چون تنها زنی بود که کسی نمیومد ملاقاتش. ولی همیشه یه زن میومد، آروم و بی صدا، با لباس رسمی. فقط مینشست، حرف نمیزد. پرسیدم: نسرین؟ آره همون. از کارمندا میپرسیدم اون کیه؟ میگفتن خواهرشه. ولی یه چیز عجیب بود. چی؟ یه روز که زهره رفته بود سونوگرافی، من صدای دعواشونو شنیدم. نسرین بهش گفت: تو نمیفهمی چی کار کردی. اگه اون بفهمه همه چی تمومه. قلبم ایستاد. اگه کی بفهمه؟ نمیدونم، ولی بعدش نسرین گفت: خودت که میدونی این بچه از اون نیست. نفسم بند اومد. چی؟ آره، منم همون موقع شوکه شدم. فکر کردم شاید اشتباه شنیدم، ولی توی نگاه زهره یه ترس دیده بودم، از اون ترسایی که تا مغز استخونت میره. اون لحظه یه چیز توی ذهنم فریاد زد: این بچه از اون نیست. یعنی چی؟ یعنی از کامران نیست؟ یعنی پدر واقعی من کیه؟ دستم روی میز بود ولی دیگه حس نداشت. پرسیدم: خانم نوری، آیا زهره کس دیگه‌ای هم توی زندگیش بود؟ من نمیدونم عزیزم، فقط یادم بعد از زایمان حال زهره بد شد. گریه میکرد، دستاشو میلرزوند، میگفت گولم زدن، گفتن بچه رو میبرن برای چکاپ، ولی دیگه برش نگردوندن. چشمام خیس شدن. اون تصویر، اون لحظه، حتی فکر کردن بهش ویرانم کرد. بعد از اون چی شد؟ هیچی. نسرین با 2 مرد اومد، پرونده رو تحویل گرفت، شناسنامه رو هم عوض کردن، بچه رو بردن. زهره دیگه هیچ وقت برنگشت اون بیمارستان. بلند شدم. دستش رو گرفتم. ممنونم. خیلی ممنونم. شما نمیدونید چقدر اینا برام مهم بود. ولی حالا یه سوال از همه سوالات سنگین تر بود. اگه پدر واقعی من کامران نیست، پس کیه؟ زنگ زدم. 1 بار، 2 بار، 3 بار، تا بالاخره جواب داد. الو، زهره؟ لیلا، خوبی دخترم؟ نه، خوب نیستم. باید ببینمت. فوری. چند لحظه مکث کرد. بعد گفت: باشه، امشب. همون کافه. هوا سرد بود. نه فقط سردی دمای هوا. اون سرمای عجیب که وقتی یه حقیقت داره نزدیک میشه میپیچه دور قلبت. زهره اومد. همون زن، همون صورت خسته. اما این بار یه اضطراب خاص توی نگاهش بود. انگار میدونست برای چی اومدم. بدون سلام، بدون لبخند گفتم: تو به من گفتی کامران پدرمه. آره. ولی یه نفر چیز دیگه ای شنیده. صورتش یه لحظه سفید شد. ولی سعی کرد خودش رو کنترل کنه. کی چی شنیده؟
خانم نوری. هم اتاقی تو بیمارستان. گفته که شنیده نسرین بهت گفته این بچه از اون نیست. نفسش رو حبس کرد. حقیقتو بگو. اینجا نه دوربینه نه دادگاه. فقط منم و زنی که باید بفهمم چرا هنوز وقتی بهش نگاه میکنم حس نمیکنم مادرمه. چشماشو بست. دستش به فنجون چایی ارزید. آروم زمزمه کرد. لیلا. اون روزا من یه دختر 19 ساله بودم. یه دختر تنها. پر از عقده دوست داشته شدن. و نسرین همیشه منو کوچیک میکرد. میگفت هیچ کس تو رو نمیخواد، هیچ کس سراغت نمیاد. تا اینکه یه شب، یه مهمونی بود. نسرین منو برد، گفت پاشو بریم برای یه کار خیریه است. اونجا منو با مردی آشنا کرد. مردی حدوداً 30 ساله، خوش زبان، مؤدب. و نسرین با خنده گفت این آقای سرمایه گذاره، کار داره توی اروپا. شاید بهت کمک کنه از این وضع در بیای. اون شب اون مرد زیاد مشروب خورد. منم بچه بودم، خام. صدای زهره شکست. نفسش کشدار شد. اشک از گوشه چشش ریخت. اون مرد منو برد توی اتاقی از همون ویلا. من نمیخواستم، به خدا نمیخواستم. ولی کسی نبود. صدام به جایی نمیرسید. دستم رفت روی دهنم. دلم پیچ خورد. اشکام بی اجازه سرازیر شد. بعدش نسرین گفت هیچی نگو. اگه بگی همه چی خراب میشه. باید بگیم کامران پدرشه. اون حداقل آبرو داره. گفت بچه که شبیه اون نمیشه. هیچ کس نمیفهمه. من ساکت شدم. فقط ساکت شدم. حالا دیگه واقعا نفسم بالا نمی اومد. یعنی کامران پدرم نیست؟ نه. من نمیدونم پدرت کیه لیلا. فقط اسم کوچیک اون مردو میدونستم. سامان. اون اسم مثل پتک خورد به سرم. سامان؟ آره. نسرین میگفت سامان از خانواده ما بالاتره. نباید آبروش بره. همه چی رو مهندسی کرد. کامران رو آورد، ازش خواست نقش مرد عاشق پیشه رو بازی کنه تا وقتی که تو به دنیا بیای. پا شدم. قدم زدم توی کافه. دلم میخواست دیوارا رو بزنم. ولی فقط گفتم پس من حتی نمیدونم مال کدوم خونم. نه مادر نه پدر. فقط یه اسم نصف نیمه و یه زندگی دزدیده شده. مادر، زهره، با صدایی که مثل زمزمه مرگ بود گفت اما تو دختر منی. نه به خاطر خون، نه به خاطر اسم. به خاطر اینکه تو تنها چیز پاک اون دوره از زندگیمی و من هنوزم فکر میکنم تو از هممون بهتر شدی. رفتم سمت در. دستم رو گذاشتم رو دستگیره. برگشتم گفتم بهتر؟ نه. من فقط زنده موندم. اونم با یه اسم قرضی، یه شناسنامه جعلی و یه گذشته که حتی مال من نبود. رفتم بیرون. هوا بارونی شده بود. بارون نمیبارید. میباریدم. اون شب نتونستم بخوابم، نتونستم حتی چراغ رو خاموش کنم. مدام توی ذهنم تکرار میکردم سامان. سامان کیه؟ چرا اینقدر ازش میترسیدن؟ چرا نباید اسمش جایی ثبت میشد؟ وقتی کسی رو از مدارک پاک میکنن یعنی یا خطر داره یا قدرت. از مامان یا زهره چیزی در نیومد. جز همون اسم چیزی نگفت. فقط گفت نسرین همه چی رو پاک کرد. اما یه لحظه یاد حرف پدرم کامران افتادم. تو یکی از ایمیل هاش نوشته بود من وقتی دیدم تو ازم نیستی شک نکردم. فقط یه بار توی یه برگ املاک قدیمی که دست نسرین بود یه اسم دیدم. سامان. ولی اون موقع فکر کردم فقط یه اتفاقه. اون جمله شد چراغ راه. پس برگ‌های املاک. پس دفتر اسناد. فردای اون روز رفتم اداره ثبت اسناد. منطقه‌ای که خونه قدیمی عمه نسرین توش بود. با اسم خودش درخواست دادم تا سابقه املاک وکالتی یا واگذاری رو ببینم. کارمند گفت فقط به وارث یا صاحب امضا اطلاعات میدیم. من دختر خوانده‌اش بودم. 30 سال پیش اون قیم من شد. چند دقیقه رفت و اومد. آخرش گفت یه برگ داریم مال سال 1375. واگذاری سهمی از ملکی در خیابون فکوری به اسم سامان آر بدون فامیل کامل.
ولی امضا شده توسط نسرین حشمتی. قلبم ریخت. فریاد نزدم، ولی با چشمام التماس کردم. لطفاً میتونم اون برگه رو ببینم؟ حتی یه نگاه کوچیک؟ چند دقیقه طول کشید، ولی بالاخره یه نسخه چاپی آوردن. اسم کامل خریدار مشخص نبود، اما چیزی که توی بخش پایین برگه توجهم رو جلب کرد یه جمله کوتاه بود. این واگذاری در ازای سکوت است. واگذارنده متعهد است هیچ گونه ادعایی نسبت به موضوع یا شخص ثالث نداشته باشد. یعنی چی؟ در ازای سکوت؟ چه سکوتی؟ چه شخص ثالثی؟ از پشت همون کلمات حقوقی صدای یه باجگیری می اومد. صدای یه معامله کثیف. اون لحظه فهمیدم فقط یه نفر میتونه حقیقت رو بدونه. نه زهره، نه کامران، نه خانم نوری، بلکه خود نسرین. و من باید یه بار دیگه برم سراغش. این بار نه به عنوان دختری که بزرگش کرده، بلکه به عنوان زنی که قربانی خاموش نقشه اون بوده. عصر برگشتم همون خونه قدیمی. زنگ در رو زدم. باز نکرد. در نیمه باز بود. آروم هل دادم و رفتم تو. خونه ساکت بود. حتی نفس هم نمی کشید. رفتم تو. صدا زدم: عمه، نسرین، اینجایی؟ هیچ جوابی نیومد. تا اینکه چشمم افتاد به اتاق قدیمی خودش. درش نیمه باز بود. هل دادم و اونجا نسرین نشسته بود روی صندلی کنار پنجره. زل زده به خیابون. لاغر شده بود، مثل سایه خودش. موهاش سفید کامل، ولی هنوز اون غرور لعنتی توی صورتش بود. آروم گفت: بالاخره اومدی. گفتم: میدونی برای چی اومدم؟ معلومه، برای اسم اون مرد، برای اسم واقعی بابات. نزدیک رفتم، چشم تو چشم. سامان کیه؟ چرا اون همه چی رو پاک کرد؟ نسرین نگاهی بهم انداخت. نه ترس، نه خجالت، فقط یه لبخند تلخ و خسته. چون نمیتونستم اجازه بدم همه چی خراب شه. چون سامان برادرم بود. قلبم ایستاد. چی گفتی؟ سامان برادر ناتنین بود. از یه زن دیگه. بابای من با یه زن دیگه توی یه شهر دیگه ازدواج کرده بود. سامان بچه اون زن بود. تو هیچ وقت نباید به دنیا می اومدی لیلا. چون تو بچه یه لکه ننگ بودی. یه گناه خانوادگی. سردم شد. پاهام سست شدن. دستم گرفت به چهارچوب در. زمزمه کردم: یعنی من بچه برادر خودتی؟ سکوت. ولی چشماش جوابو دادن. و اون لحظه حس کردم زمین زیر پام نیست. دیگه نمیدونستم باید گریه کنم یا فریاد بزنم. فقط با یه صدای گرفته گفتم: تو همه چی رو میدونستی و 30 سال گذاشتی من توی یه دروغ پوسیده بزرگ شم؟ نسرین آروم گفت: چون یه دروغ قشنگ همیشه از یه واقعیت کثیف‌تر راحت تره. و من فقط یه کلمه گفتم: برای تو، نه برای من. اون شب از خونه نسرین اومدم بیرون، ولی انگار خودم را همونجا جا گذاشتم. قسمتی از وجودم همونجا خشک شد، روبروی زنی که یه عمر بهش میگفتم عمه، ولی حالا میدونستم قاتل هویت منه. به خونه رسیدم. دستام میلرزید. تمام صداها، تصویرها، اسمها توی سرم دور میچرخیدن. سامان، پدر واقعیم، نسرین، خواهر اون، من، حاصل یه اشتباه یا شاید یه گناه. سردرد داشتم ولی چیزی توی ذهنم روشن شده بود. یه چیز واضح. اگه من تو سکوت بمونم، اینا تکرار میشن. اگه هیچ کس نفهمه چی سرم اومده، نسرین میمیره. با یه اسم محترم، با اعتبار خانوادگی، با اعتبار. و من چی؟ من میمونم با یه روح زخمی که هیچ وقت صدا شنیده نشد. نه، دیگه نمیخواستم فقط قربانی باشم. اولین کاری که کردم نشستم و تمام چیزایی که فهمیده بودم رو نوشتم. از زهره، از کامران، از نسرین، از سامان.
یه داکیومنت مفصل با سند، تاریخ، نقل قول، ایمیل ها، حتی اسکن برگه قدیمی ثبت اسناد. بعد رفتم سراغ یه خبرنگار که توی توییتر مدت‌ها دنبالش می‌کردم. یه زن صریح، تیز و بیواهمه. براش پیام فرستادم. سلام، من یه داستان دارم. درباره دختری که 31 سال توی دروغ بزرگ شد. درباره زنی که حقیقت تولدشو با نفوذ، قدرت و دروغ پنهان کرد و درباره خانواده‌ای که هنوز فکر می‌کنن همه چی امنه. اگه حاضر باشی گوش بدی، من حرف برای گفتن زیاد دارم. 10 دقیقه بعد جواب داد. بفرست، من میخونم. ولی بدون، اگه واقعیه بیرحمانه میرم تا تهش. و من فقط نوشتم منم، بیرحمانه تا تهش. فایل رو فرستادم. تا فرداش هیچ جوابی نیومد. فکر کردم شاید رد کرده، شاید ترسیده یا اصلاً باور نکرده. ولی ساعت 2 بامداد یه نوتیفیکیشن اومد. نیو مسیج. این یکی از تلخ‌ترین، واقعی‌ترین و عمیق‌ترین داستان‌هاییه که تو عمرم خوندم. فقط یه سوال دارم. حاضری با اسم واقعی منتشر بشه؟ نشستم روی تخت. فکر کردم. اسم واقعی یعنی چی؟ یعنی دوباره با اسم لیلا حشمتی یا با یه اسم جدید؟ اصلاً من کیم؟ جواب دادم نه لیلا حشمتی، نه هیچ چی که از اون خاندان باشه. فقط بنویس داستان دختری که سالها با یه اسم دزدی زندگی کرد تا وقتی فهمید خودش کیه و همه چی رو سوزوند. فرداش با من تماس گرفت. قرار گذاشتیم توی یه کافه خلوت. اومد، ضبط روشن شد. اولش مکث کردم، ولی بعد شروع کردم. از اولین شبایی که عمه تو اتاقم چراغ خاموش می نشست ولی هیچ وقت بغلم نمی کرد، از سوالام درباره پدرم که همیشه یه جور رد می شد، از اون روزی که مادر واقعیم رو توی کافه دیدم، تا رسیدم به اسم سامان و جمله نسرین، تو بچه برادرمی. وقتی تموم شد، فقط یه جمله گفت. این یه داستان نیست. این یه هشدار عمومی برای تمام اونهاییه که فکر میکنن میتونن با قدرت خاطره ها رو پاک کنن. 2 هفته بعد مقاله منتشر شد. بی اسم ولی دقیق. با جمله آغازین زیر عکس یه شناسنامه سیاه و سفید. ما با دروغ متولد شدیم، اما حق داریم با حقیقت زندگی کنیم. نسرین اون روز سکته نکرد، فرار هم نکرد. فقط از خونه بیرون نمی اومد، چون دیگه همه می دونستن نه فقط برای من، برای اون و برای اون چیزی که سالها اسمش رو گذاشته بودن، شرافت خانوادگی. بعد از منتشر شدن مقاله، انگار همه چیز یه سکوت سنگین گرفت. نه کسی زنگ زد، نه تهدیدی اومد، نه حتی یه پیام آشتی جویانه. فقط سکوت. از اون سکوت‌هایی که میفهمی یه طوفان پشتشه. اما من آروم بودم. برای اولین بار توی زندگیم دیگه لازم نبود چیزی رو قایم کنم. لازم نبود با یه ماسک زندگی کنم. تا اینکه یه ایمیل رسید. از یه آدرس ناآشنا. موضوعش فقط یه کلمه بود. خواهر؟ بازش کردم با دستای لرزون. توی ایمیل نوشته شده بود: سلام. نمیدونم باید از کجا شروع کنم. من سامانزادم. پدرم، حالا تو خبرها خوندم که اون یه دختری داشته. اگه اون دختر تویی، فقط بگو واقعیه. چون اگه باشه، من یه عمر با یه زندگی نصف زندگی کردم و حالا شاید اون نیمه دیگش تو باشی. سیاوش سامانزاده. نفسم بند اومد. نه از شوک، از یه حس عجیب. این اسم سیاوش همیشه توی ذهنم یه تصویر قهرمان داشت، ولی حالا شده بود اسم مردی که یه قسمتی از خون منو توی رگاش داشت. جوابش دادم مختصر. واقعیه، ولی نه آسونه. اگه حاضر باشی بشنوی، من حاضرم بگم. قرار گذاشتیم. کافه‌ای بیرون تهران. سکوت کوه،
بوی چای و 2 نفر که قرار بود بعد از 31 سال برای اولین بار همدیگر رو ببینن. سیاوش اومد. مردی حدوداً 32 ساله، محکم، جدی، ولی با چشمایی که همون حس تنهایی آشنا توش بود. نگاهم کرد. گفت تویی؟ گفتم آره، تو همونی که من هیچ وقت نمیدونستم دارمش. نشستیم. چند لحظه فقط نگاه. بدون دفاع، بدون اشک، فقط نگاه. بعد گفت پدرم هیچ وقت درباره اون شب حرفی نزد. فقط همیشه یه حس سنگین توی نگاهش بود. انگار یه کار نکرده، یه چیزی نگفته. پرسیدم زنده است؟ نه، 2 سال پیش سکته کرد. همه فکر کردن علتش فشار کاری بود، ولی من همیشه حس می کردم یه چیز دیگه پشتشه. الان حس می کنم اون چیز تو بودی. نفسم رفت. نه از تلخی مرگ سامان، از اینکه مردی مرد بی اینکه بدون بچه‌ای که میخواست فراموششون کنن، الان روبروی پسرش نشسته. سیاوش گفت چرا گفتی آسون نیست؟ چون من با حس انتقام اومدم سمت این خانواده. نه با اشتیاق دیدن خواهر و برادر. سرشو انداخت پایین. حق داری، ولی بدون. من دنبال هیچی نیستم. نه رابطه، نه خاطره. فقط اومدم بگم یه گوشه از قلب من همیشه دنبال چیزی بود که شکل من نبود. لبخند زدم. اون لبخندایی که تهش تلخه ولی زنده است. شاید چون یه تکه از من اونجا بود و حالا برگشته. از اون روز هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. ما نه برادر و خواهری شدیم که هر روز همو ببینن، نه دشمنایی که رو برمیگردونن. ما فقط 2 تا نصفه بودیم که حالا میدونن کجای پازل بودن. و گاهی همون دونستن کافیه. 1 هفته گذشته بود. نه خبری از نسرین، نه کامران، نه حتی زهره. همه چیز انگار آروم بود. آرومتر از همیشه. اما یه جور آرومی که میدونی پشتش هنوز چیزی هست. یه چیزی که راهشو پیدا نکرده بیاد بیرون. اون روز نشسته بودم خونه. داشتم چایی میریختم که زنگ در خورد. پست چی بود؟ یه بسته کوچک. بدون اسم فرستنده. دستمو بردم سمتش. بازش کردم. توش یه پاکت کاهی رنگ بود. قدیمی. لبه‌هاش ساییده شده. روش نوشته شده بود برای وقتی که دیگه چیزی برای از دست دادن نمونده. زهره. نفسم برید. زهره؟ مادرم. چند روز از خوندن نامه گذشته بود. یه جور سبوکی توی دلم بود، اما هنوز اون اسم لعنتی توی شناسنامه منو یاد همه زخم‌ها مینداخت. لیلا حشمتی. دروغ بود. از ریشه. و من تصمیم گرفتم تمومش کنم. رفتم اداره ثبت احوال. پوشه کامل مدارکم همراهم بود. برگه تولد واقعی، گواهی پزشکی، حتی نامه مادر. همه چی رو با سند و مدرک آورده بودم. نوبتم که شد رفتم پشت باجه. زن میان سالی با عینک ته استکانی گفت بفرمایید. اومدم برای اصلاح هویت، تغییر نام خانوادگی. مورد خاص دارید؟ بله، تا امروز فکر می کردم حشمتی هستم، ولی طبق اسناد قانونی من فرزند زهره کریمیم، بدون پدر ثبت شده. ولی در واقعیت هویت پنهانم زیر یه شناسنامه جعلی دفن شده. زن با دقت به مدارک نگاه کرد. چند تا صفحه رو ورق زد. بعد گفت یه لحظه لطفاً، من باید سیستم رو چک کنم. رفت داخل اتاق بغل.
من نشسته بودم و توی ذهنم اسم جدیدم رو مرور می کردم. اسم واقعیم. یا شاید بهتره بگم اسم انتخابیم. لیلا کریمی. بعد از چند دقیقه برگشت. خانم، بله، توی سامانه یه چیز عجیبی هست. اسم شما با یه شماره ملی دیگه هم ثبت شده. اخم کردم. یعنی چی؟ یعنی یه سابقه قدیمی هست که سال 1374 به صورت نیمه کاره وارد شده. به اسم لیلا کریمی فرزند سامان ر. ولی هیچ وقت نهایی نشده. دلم ریخت. یعنی چی نهایی نشده؟ یعنی مثل اینکه یکی اون موقع خواسته شما رو با این اسم ثبت کنه ولی پرونده لغو شده. سیستم نوشته ثبت با دستور لغو شد. دلیل امنیتی خانوادگی. یخ زدم. کی همچین دستوری داده؟ اسم کامل ثبت نشده. فقط کدی ثبت شده به اسم نون ه. دستام یخ کرد. نسرین حشمتی؟ کارمند آروم گفت بله احتمالاً همینه. ولی یه نکته دیگه هم هست. چی؟ این پرونده الان دوباره فعال شده. زل زدم بهش. چی گفتین؟ 3 هفته پیش یه درخواست جدید برای بازبینی همین کد ثبت شده. از طریق دسترسی یکی از کارمندان بازنشفتمون و توی فایل توضیح نوشته شده درخواست بررسی برای بازگشت هویت اصلی بر اساس مدرکی که به تازگی پیدا شده. خشکم زد. یعنی چی؟ یعنی کسی داره سعی میکنه شما رو به اسم اصلیتون برگردونه قبل از اینکه خودتون اقدام کنید. ساکت موندم. فقط یه نفر میتونه همچین کاری کنه. یه نفر که توی تاریکی حرکت میکرده و حالا شاید وجدانش بیدار شده. نسرین؟ یا کسی دیگه که ما هنوز حتی اسمش هم نمیدونیم؟ کارمند گفت پیشنهاد میکنم پرونده رو تا 3 روز دیگه پیگیری کنید چون به احتمال زیاد یه نفر دیگه هم قراره بیاد دنبال همین موضوع. لبم لرزید. یه نفر دیگه؟ بله و توی سامانه نوشته شده دارای ارتباط خونی محتمل. چشمهام خشک شدن. اون کیه؟ کارمند با مکس گفت یه مرد حدوداً 55 ساله به اسم آرش رادمنش. هیچ وقت این اسم رو نشنیده بودم اما قلبم بیدلیل تند شد. یه مرد 55 ساله، هم نسل سامان، هم خون، هم راز. و توی ذهنم فقط یه جمله تکرار شد. تو هنوز همه چی رو نمیدونی. تمام مسیر برگشت از ثبت احوال توی گوشم فقط یه اسم تکرار میشد. آرش رادمنش. آرش رادمنش. نه مادرم اسمشو گفته بود، نه پدرم، نه حتی نسرین. ولی اون مرد داشت توی سیستم هویت منو بررسی میکرد. حتی قبل از اینکه من برم دنبال گذشتم. تا شب نخوابیدم. تو سایت‌های مختلف اسمشو سرچ کردم. به یه سری چیز رسیدم. استاد بازنشسته دانشگاه علامه، مترجم قدیمی کتاب‌های روانشناسی، مدیر سابق یکی از انتشارات‌های دولتی دهه 70 و یه مصاحبه قدیمی که توش یه جمله‌اش بدجور چسبید به قلبم. همه ما یه حقیقت پنهان داریم که فقط سکوت ازش مراقبت میکنه. فرداش زنگ زدم انتشاراتی که اسمش توی پرونده بود. بعد از کلی تماس یکی از کارمندای قدیمی یه شماره موبایل بهم داد. شماره رو گرفتم. چند بار زنگ خورد. جواب داد. الو؟ سلام، ببخشید. آقای رادمنشن؟ بله، بفرمایید. من لیلا کریمیم. سکوت. شما چند روز پیش در مورد پرونده شناسنامه من اقدام کردین. چند ثانیه سکوت محض. بعد صدای آروم و شمرده گفت بالاخره تماس گرفتی. قرار گذاشتیم. کتاب فروشی قدیمی حوالی خیابون انقلاب. وقتی رسیدم اونجا نشسته بود.
مردی با موهای جوگندمی، صورت استخوانی و چشمایی که هم ترس داشتن هم خجالت. نشستم روبروش. همدیگر رو چند ثانیه نگاه کردیم. بعد اون گفت تو درست شبیه زهره‌ای. نفسم برید. شما زهره رو میشناختین؟ آره، نه فقط میشناختم. من عاشقش بودم. همه چی تار شد. چی گفتین؟ من آرشم. اون سالا من و زهره هم دانشگاهی بودیم. قبل از اینکه پای سامان بیاد وسط. من عاشقش بودم. ولی خانه آدم مخالفت کردن. گفتن دختر ساده ایه. به درد زندگی تو نمیخوره. تو باید بلند پروازتر باشی. ما جدا شدیم و زهره از خانواده خواهرش نسرین بیشتر وابسته شد. و بعد سامان. صدای خودش میلرزید ولی محکم ادامه داد. وقتی فهمیدم باردار شده دیر بود. اون موقع تازه فهمیدم سامان کیه. و نسرین همه چی رو جمع کرده بود. حتی اسم بچه رو توی سیستم هم حذف کرده بود. ولی من یه بار، فقط یه بار، زهره ازم کمک خواست. باورم نمیشد. شما از قبل میدونستین من وجود دارم؟ آره، ولی هیچ وقت نمیدونستم زنده‌ای تا همین 3 هفته پیش که اون مقاله رو خوندم. اسمت، داستانت، همه چی رو شناختم. با چشمایی که میلرزیدن گفتم پس چرا الان اومدین؟ چرا اون موقع وسط اون همه دروغ یه نفر نبود بگه صبر کنید این بچه قراره یه آدم بشه؟ نفس عمیق کشید. چون من ترسو بودم. نه مثل سامان که پشت قدرتش قایم شد، نه مثل نسرین که پشت آبروداری. من پشت هیچ کاری نکردن قایم شدم. ولی الان فقط اومدم بگم یه چیزی پیدا کردم. یه چیزی که ممکنه مسیر تو عوض کنه. از کیفش یه پاکت در آورد. دست نوشته پاره تا خورده. داد دستم. روش نوشته شده بود برای آرش اگر روزی برگشت. بازش کردم. دستخط زهره بود. ولی این بار نه برای خودش نه برای من. برای اون. داخلش نوشته بود آرش اگه اینو میخونی یعنی یا دیر رسیدی یا همه چی تموم شده. ولی فقط میخوام بدونی من هیچ وقت تو رو فراموش نکردم. هیچ وقت نفهمیدم چرا رفتی. ولی همیشه فکر کردم یه جایی اگه بمونی شاید بفهمی دختر من، اون بچه به جای خون با بخشش به دنیا اومده. اگه تونستی مواظبش باش. نه با محبت. با حقیقت. زهره. نامه رو بستم. لبهام میلرزیدن. گفتم شما چی میخواین از من؟ آرش آروم گفت هیچی. فقط اگه یه روز خواستی بدونی خانواده یعنی چی بدون ریا، من هنوز اینجا هستم. بلند شدم. رفتم ولی حس نکردم تنهام. برای اولین بار از بین این همه رابطه جعلی یه نفر بود که نه ادعا داشت نه انتظار. فقط حقایق رو باور داشت. و شاید اون حقیقت یه جور پدر بودن جدید بود. آخرین شب من توی تهران بود. وسایلم جمع بود. با آرش حرف زده بودم. نامه زهره رو توی کیسم گذاشته بودم. فردا صبح قرار بود برم شمال. نه برای همیشه، ولی برای شروعی تازه. همینطور که داشتم چراغا رو خاموش می کردم، زنگ در خورد. نفسم بند اومد. ساعت 1 بامداد بود. هیچ کس نباید می اومد. رفتم جلو. آیفون تصویری رو روشن کردم. صورتش با اون خطهای عمیق و روسری مشکی سادش توی قاب افتاد. نسرین. در رو باز نکردم. فقط از پشت آیفون گفتم چی میخوای؟ چشماش مستقیم توی دوربین زل زد. فقط 5 دقیقه. بعدش هر کاری خواستی بکن. مکس کردم. باز کردم. تو خونه نیومد. همون جلوی در ایستاد. یه پوشه توسی رنگ دستش بود. اینو باید بهت میدادم. خیلی وقت پیش. ولی ندادم.
چون اگه میدادم اون وقت باید اعتراف میکردم که همه این سالا خودمم نفهمیدم دنبال چیم. پوشه رو گرفت طرفم. بگیرش. همه چی توشه. حقیقت کامل. نه فقط درباره تو. درباره خودمم. گرفتم. ولی هنوز باز نکرده بودم. پرسیدم چرا حالا؟ چرا درست وقتی دارم میرم میای و یه دفعه مهربون میشی؟ لبخند زد. نه اون لبخند سمی و مغرور همیشگی. یه لبخند شکست خورده. چون تو رفتی. ولی من اینجام. توی این خونه. توی این شهر. توی این نام خانوادگی لعنتی که حالا همه میدونن پشتش چی بوده. گفتم حقت بود. هر چی سرت اومده خودت ساختی. آروم گفت درسته ولی یه چیزو نمیدونی. مکث کرد. چشماشو بست. اون شب وقتی بچه رو آوردن بهم بدن گفتم بذارین زهره یه بار فقط صورتشو ببینه. گریه کرد. بچه رو بوسید و گفت قول بده اگه هیچ وقت من نبودم بهش بگو که فقط عاشقش بودم. چشمام پر اشک شد اما هیچی نگفتم. این پوشه یه چیز توشه که هیچ کس دیگه نداره. حتی خود زهره. پرسیدم چی؟ آروم گفت صداش. یه نوار قدیمی ضبط شده شب قبل زایمان با صدای خودش. دستم رفت سمت پوشه. سنگین بود. احساس کردم توش یه کاست قدیمی بود. چرا نگهش داشتی؟ چون تنها صدایی بود که شبها منو زنده نگه می داشت. همیشه می گفتم من شاید این دختر رو از مادرش گرفتم ولی صدای مادرشو هیچ وقت نتونستم ازش بگیرم. ساکت شدم. نسرین برگشت. یه جمله آخر گفت بدون اینکه نگاهم کنه. از من متنفر باش. حقته. ولی بدون منم یه روزی خواهر داشتم و یه خواهرزاده که میتونستن منو نجاتم بدن. اگه من یکم آدم تر بودم. درو بست. رفت و دیگه اون شب برنگشت. نشستم روی زمین. پوشه رو باز کردم. یه نوار قدیمی کاست، یه نامه دستنوشته بدون امضا و یه عکس. من توی بغل زهره با صورتی که حالا خوب میدونستم از کیه. اون شب نخوابیدم. نوار رو گذاشتم توی ضبط و برای اولین بار صدای واقعی مادرم رو شنیدم. صدای آروم، نازک با لهجه شهر مادر بزرگم. سلام لیلا جان. من هنوز نمیدونم تو رو میذارن پیشم یا نه. ولی اگه یه روزی اینو شنیدی بدون توی اشتباه نیستی. توی معجزه‌ای. معجزه‌ای که حتی اگه من نباشم باید یاد بگیری خودتو دوست داشته باشی. همه نمیفهمن عشق یعنی چی. ولی اگه تو یاد بگیری از خودت نگذری یعنی من به دنیا اومدن تو بی دلیل نساختم. گریه کردم. مثل بچه‌ای که تازه از خواب بیدار شده. مثل زنی که بعد از سالها برای اولین بار خودشو توی آینه دید و گفت من زندم و دیگه نمی ترسم. با اولین قطار صبح راه افتادم. یه کوله سبک، یه جعبه چوبی با نوار صدای مادرم و یه بسته کوچه خاکستری که توش تنها عکس 3 نفره‌ای بود که از خانواده داشتم. من، زهره و یه مردی که نمیدونستم آرشه یا سامان. مقصد شهر بندری گیلان، روستای پایین کوههای سیاهکل. جایی که مادرم زاده شده بود و آخرین یادگارش یه زن مسن بود که اسمش توی نامه‌های قدیمی تکرار شده بود. مامان بزرگ صدیقه. با ماشین بین راهی رفتم. هوای نمناک، بوی چای، صدای پرنده‌ها. با هر کیلومتری که دور می شدم از تهران، انگار بوی دروغ از تنم می رفت. رسیدم دم دره خونه گلی با دیواری کوتاه و در آهنی زنگ زده. کسی نبود. ولی از پنجره دیدم
یه پیرزن با روسری سفید گلدار نشسته کنار بخاری نفتی. چشمهاش بسته بود، اما لبهاش تکون می‌خوردن. انگار داشت چیزی زمزمه می‌کرد. در زدم. آروم سرشو بالا آورد. کیه؟ گفتم لیلام. نوه زهره. چشمهاش لرزیدن. چند لحظه هیچ نگفت. بعد اومد دم در. به محض دیدنم دستشو برد سمت صورتش. گریه نکرد، ولی صداش شکست. وای مادرم، خودتی؟ منو برد تو. خونه ساده، تمیز، با عکس‌های قدیمی روی دیوار. یکی از عکس‌ها عکس زهره بود. جوان، با روسری نخی آبی و لبخند کوچیکی که تا حالا ندیده بودم. پیرزن نشست، چایی ریخت و بعد گفت همیشه فکر می کردم اگه لیلا یه روز بیاد دیگه وقت رفتن منه. گفتم اومدم چون دیگه جای موندن نداشتم. برام از زهره گفت، از دختری که همیشه موقع بارون میرفت پشت بوم آواز میخوند، از شبهایی که ساعتها تو اتاقش با چراغ قوه مینوشت، از روزی که برگشت خونه و گفت من یه رازو باید قورت بدم. پیرزن گفت اون روزا هیچی نگفت، فقط شبا با خودش حرف میزد. میگفت بچم قراره تو تاریکی به دنیا بیاد. ولی یه روز خودش خورشید میشه. اشکام بی صدا می اومدن. یعنی منو میخواست؟ دخترم، زهره تو رو از خودش بیشتر دوست داشت. فقط نذاشتن نگهت داره. گفتن اگه نگهت داره همه چی رو ازش میگیرن. پیرزن آروم دستمو گرفت. اما اون هیچ وقت از تو نگذشت. تا روزی که رفت اسم تو هر شب تو دعاهاش میگفت. تا شب موندن. غروب کنار حیاط نشسته بودم. صدیقه خانوم یه جعبه چوبی آورد. گفت این مال زهره است. وصیت کرده بود اگه لیلا اومد بدیش بهش. بازش کردم. داخلش یه تکه پارچه بود پیچیده شده دور یه بسته کوچک. باز کردم. توی پارچه یه گردنبند نقره‌ای قدیمی بود با یه پلاک کوچیک که روش نوشته بود تو انتخاب منی، نه اشتباهم. اون شب تا صبح نخوابیدم. گردنبند تو دستم بود، نوار صدای زهره تو ضبط و یه حس عجیبی. نه شادی، نه غم. یه جور آرامش. نه از این که گذشته تموم شده، بلکه از این که بالاخره من انتخاب کردم کی باشم. 3 هفته بعد برگشتم تهران. نه برای موندن، برای بستن آخرین در. آدرس کامران رو از آرش گرفتم. حالا تنها زندگی می‌کرد. توی یه آپارتمان کوچیک حوالی یوسف آباد. دم در که رسیدم زنگ زدم. صدایی که همیشه سرد بود حالا یه جوری آروم و پیر جواب داد. کیه؟ لیلام. مکس. بعد فقط یه جمله. بیا بالا. در باز شد. آپارتمان تمیز و بیروح بود، مثل خود کامران. نشسته بود گوشه مبل با کتابی روی پاهاش. عینکشو برداشت. بلند نشد. میدونستم یه روز میای. فقط نمیدونستم زنده میام یا نه. روبروش نشستم. هیچی نگفتم. اون شروع کرد. روزی که نسرین گفت میخوای بچه رو نگه داری، من گفتم این کار از ما گذشته. پسخند زدم. ولی وقتی نسرین گفت من باید بشم پدر قانونی، مخالفت نکردی. چشم تو چشم. چون ضعیف بودم. چون فکر کردم اگه مخالفت نکنم اونا بچه رو نابود نمی کنن. ولی اشتباه کردم. ساکت شدم. اونم. چند لحظه بعد ادامه داد. ازت معذرت نمیخوام.
نه چون پشیمون نیستم، چون میدونم ببخشید برای کاری که باهات کردن هیچ وقت کافی نیست. لبخند زدم. تلخ. بالاخره یکی پیدا شد که معذرت نخواست. برخلاف همه دفعات قبل، اون روز من دیگه دنبال شنیدن هیچ چیزی نبودم. نه پشیمونی، نه دفاع، نه حتی اعتراف. فقط یه چیز میخواستم. خداحافظی. بلند شدم. رفتم سمت در. اون گفت حالا کجا میری؟ برگشتم. اونجایی که دیگه هیچ کس منو با اسم اشتباهی صدا نکنه. اونجایی که فقط لیلام، نه دختر نسرین، نه فرزند قانونی کامران، نه حتی دختر سامان. فقط من. کامران گفت اگه یه روز برگشتی بدون که هنوز یه فنجون چای برای تو دارم. لبخند زدم. برای اولین بار بدون زهر. ممنون، ولی حالا خودم برای خودم چای میریزم. در رو بستم و از پله ها رفتم پایین و با هر قدم حس می کردم نه، این یه پایان نبود. این اولین فصل از زندگی بود که بالاخره خودم نوشته بودمش.